سوالاتی از طرف دنبال کننده های صفحه اسپین رفرنس دریافت کردیم. ازمون پرسیدن بهترین زمان برای سرمایه گذاری کیه؟ همونطور که عرض کردم، از نظر ما الان موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری در اروپا و به خصوص در کشور اسپانیا محسوب میشه. چون به دلیل وضعیت کرونا که الان کشور درگیرشه، کسب و کارها و املاک در اسپانیا دچار رکود شده و قیمتشون یه مقدار افت کرده. این شرایط به خصوص در منطقه کوستا دل سول، در مالاگا، در ماربیا و جاهای دیگه شرایط خاصی رو به وجود آورده که مدت زمان کوتاهی هم دوام میاره. چون به محض بهبود وضعیت بهداشتی در تمام ناحیه کوستا دل سول شاهد رشد اقتصادی به صورت انفجاری خواهیم بود. و این مسئله‌ایه که ما وکلای اسپانیایی به خوبی ازش آگاهیم و کاملاً بهش واقف هستیم. مخصوصاً دفتر ما که مشتریان زیادی از شمال اروپا یعنی انگلستان، نروژ و سوئد و آلمان داره. من شخصاً از این مورد مطمئنم، چون مشتری‌ها به من زنگ میزنن و پیداست که خیلی دلشون میخواد به اسپانیا بیان. خلاصه که با پشت سر گذاشتن این شرایط یه رونق انفجاری در کسب و کار اتفاق میفته. این شرایط فرصت‌های خوبی رو در بازار املاک و همینطور بازار سرمایه گذاری تو شرکت‌های تولیدی به وجود آورده. سوال دیگه‌ای که از طریق اسپین رفرنس مطرح کردین اینه که یه پزشک ایرانی چطور میتونه در کشور اسپانیا مشغول به کار بشه؟ من دوستان و مراجعان پزشک زیادی دارم و در واقع کاری که این مراجعین باید انجام بدن اول گرفتن تاییدیه مدرک پزشکیشونه. بعد از این مرحله میرسیم به طی کردن مراحل کسب تخصص که شرط فعالیت پزشکی در اسپانیا است و نهایتاً قرار گرفتن در نظام سلامت اسپانیا به عنوان پزشک تامین اجتماعی و یا پزشک کلینیک خصوصی. مسلماً این مراحل میشه طی کرد، فقط زمان مقتضی خودش رو میطلبه و البته بهتره که اول زبان اسپانیایی رو یاد بگیرن، چون در این نوع مشاغل طبعاً فرد باید دانشش نسبت به زبان اون کشور در حد متوسط باشه، در حد مدیوم. بسیار خوب. سوال دیگه‌ای که پرسیدن اینه که آیا آموزش و پرورش برای کسانی که اقامت گرفتن رایگان محسوب میشه یا خیر؟ که باید بگم بله، همینطوره. آموزش و پرورش در اسپانیا برای همه رایگان و اجباریه. یعنی چون آموزش برای جوانایی که تو سن یادگیریان اجباری محسوب میشه، پس رایگانه. نظام آموزشی ما از نظر بین المللی در سطح بالایی قرار داره و البته امکان انتخاب در این حوزه محدود به مدارس دولتی نیست، بلکه شبکه بسیار گسترده ای از مدارس خصوصی و بین المللی در اسپانیا وجود داره، به خصوص در همین منطقه کوستا دل سول که مدارس زیادی از جمله بریتانیایی، دبیرستان‌های فرانسوی، مدارس سوئدی و فنلاندی و غیره هم دایرن.